سلام دوستان عزیز، امیدوارم که سلامت باشید. ما تو جامعه میبینیم که مثلا رو مبالغ کمتر وقتی میخوان رو ارزهای خارج از کشور سرمایه گذاری بکنن فقط دلار، یعنی همه میگن بریم دلار بخریم یا نه. وقتی میخوان رو سرمایه گذاری بکنن رو ارزهای خارج از کشور، ما باید اینو در نظر داشته باشیم که ارزهای دیگه با ارزش هم هستن. مثلا یورو یه زمانی رشدش خیلی بیشتر از دلار بود. یا به نظر من سرمایه گذاری بلند مدت رو ارزهای خارج از کشور رو ین ژاپن الان خیلی مثلا به نظر من در آینده رشدش خیلی بیشتره، یا خیلی چیزای دیگه. میخوام بگم یعنی شما وقتی میخواید رو ارزهای خارج از کشور سرمایه گذاری بکنید فقط دلار نیست، حداقل به یورو هم مثلا فکر بکنید. یعنی چیزی که تو جامعه میبینیم فقط دلار. اگه نظری دارید واسم بنویسید. ممنون. خدا